از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت اولین باری که بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وحی نازل گردید رویاهای نیکی بود که در خواب می دیدند و آن چرا که در خواب می دیدند مانند روشنی صبح صادق به حقیقت می پیوست و همان بود که خلوت گزینی را اختیار نمودند و اولین خلوت نشینی ایشان در غار حرا بود که آنجا بدون آن که به خانوادهشان برگردند چندین شبی پی در پی را به تفکر و عبادت می پرداختند و برای این عمل توشه لازم را با خود می گرفتند و چون توشه که با خود داشتند به اتمام می رسید باری دیگر نزد خدیجه آمده و به مانند مرتبه گذشته توشه لازمی را با خود می بردند تا آنکه در همین غار حرا برایشان وحی نازل گردید و بدین صورت بود که ملکه نزدشان آمد و گفت بخوان. گفتند من خواننده نیستم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می گویند آن ملک مرا گرفته و تا جایی که تحمل داشتم فشار داد. سپس مرا رها کرده و گفت بخوان. گفتم من خواننده نیستم. باز بار دوم مرا گرفته فشار داد و گفت بخوان به نام پروردگارت که آفریدگار است، انسان را از خونی بسته خلق نموده است، بخوان و پروردگار تو بزرگوارتر است. بعد از آن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با آنچه که از ملک شنیده بودند در حالی که قلبشان می‌تپید نزد خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها آمده و گفتند مرا بپوشانید و ایشان را پوشانیدند تا آنکه ترسشان از بین برفت. ماجرا را برای خدیجه رضی الله عنها بیان نموده و گفتند واقعا بر جان خود ترسیدم. خدیجه رضی الله عنها برایشان گفت نه، هرگز مترس، به خداوند قسم که تو را هیچگاه خار و زبون نخواهد ساخت. تو کسی هستی که سیله رحم را بجا آورده، به بیچارگان یاری رسانیده و با درماندگان هم نوایی میکنی. از مهمان به گرمی پذیرایی کرده و از حق پشتیبانی می نمایی. خدیجه رضی الله عنها آن کس را با خود نزد پسری عمک خود ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبدالعزا برد. این شخص از جاهلیت به نصرانیت گراییده و به نوشتن عبرانی شناسایی داشت و چیزهای را از انجیل می نوشت و به سن پیری رسیده و کور شده بود. خدیجه رضی الله عنها برایش گفت ای فرزندی عمکم، از برادرزادت بشنو که چی می گوید. ورقه به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت ای برادرزادم بگو چی دیدی؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آنچه را که دیده بودند برایش شکایت نمودند. ورقه گفت این همان ملک است که خداوند بر موسی علیه السلام فرستاده است. ای کاش جوان می بودم و ای کاش در آن روز می بودم که قومت تو را بیرون می کند. زنده می بودم و این را من می دیدم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا ایشان مرا بیرون خواهند کرد؟ گفت بله، هیچ کس با چنین چیزی که تو آمده ای نآمده است مگر آن که مورد دشمنی قرار گرفته است و اگر آن روز را دریافتم با تو همراهی شایان خواهم نمود. ولی دیر نپاید که ورقه وفات یافته و وحی به تأخیر افتاد.